چته جون دل بابا که بشین اینجا یکم با هم گپ بزن. بیا. میدونم، میفهممت. یه جاهایی آدم خسته میشه، یه جاهایی تو زندگی کلافه میشه، دیگه زورش نمیرسه. بعضی روزا آدم به زندگیش که نگاه میکنه هیچ معنایی پیدا نمیکنه. یه جاهایی فقط میشینه ساعتها به سقف نگاه میکنه، با خودش میگه خدایا واقعا داری منو میبینی؟ حواست بهم هست خدا؟ ببینم تا حالا پشت یه فرش دستباف رو دیدی؟ پر از گره است، پر از بی‌نظمیه. اگه فقط پشت فرش رو ببینی فکر میکنی خراب شده، فکر میکنی هیچ معنایی نداره. اما بافنده فرش میدونه داره چی کار میکنه. اون تصویر کامل رو میبینه، حتی وقتی تو فقط گره ها رو میبینی. میدونی میخوام چی بگم؟ شاید الان تو هم داری پشت قصه زندگیت رو تماشا میکنی، فکر میکنی همه چیز به هم ریخته است. نه نازنینم، نه دور اون چشات بگردم. شاید الان تو هم وسط قصه ای باشی که هنوز معناش معلوم نشده برات، هنوز زوده برای قضاوت کردنش. یه ریز صبر کن جون دلم. خدا داره خوشگلش میکنه. تو با امید، با ایمان، با توکل ادامه بده، قدمی رو که میتونی بردار. بعضی از معناها رو تو زندگی زمانه که آشکار میکنه. بذار خدا فرشت رو کامل ببافه. خدا خیلی بزرگه، بهش اعتماد کن. به اون کسی که داره نفست رو میکشه اعتماد کن. بعد میفهمی که هیچ کدوم از این گره ها بی دلیل و بی معنا نبودن. صبر کن بابا جون، دور چشات بگردم. بی دلیل و بی معنا نبودن.